یه افسانه چینی وجود داره که میگه وقتی انسان به دنیا میاد به انگشت کوچیکه دستش یه نخ قرمز نامرئی وصله. سر دیگه این نخ به دست کسی وصله که نیمه گم شده اون آدمه. پس عملاً چیزی به اسم آدم درست و زمان اشتباه وجود نداره، چون ممکنه این نخ گاهی وقتا کش بیاد، ممکنه که گاهی وقتا گره بخوره، اما هیچ وقت قطع نمیشه. حالا برای این باور که اتفاقا خیلی هم بین چینی‌ها مرسومه، یه قصه خیلی جالب هم وجود داره. چینی‌ها میگن که یه زمانی یه پادشاهی وجود داشته که به دنبال نیمه گم شده‌اش میگشته. این پادشاه یک جادوگری رو استخدام میکنه که از قضا این جادوگر تنها کسی بوده که میتونسته این نخ‌های قرمز نامرئی رو ببینه. پادشاه از این جادوگر میخواد که دنباله سر نخ رو بگیره و بگه که این نخ به کجا ختم میشه. جادوگر همین کار رو انجام میده و به دنبال نخی که به انگشت پادشاه وصله میره تا اینکه میرسه به یه بازاری توی منطقه خیلی محروم. اونجا توی بازار جادوگر دختری رو میبینه که اصلا سر و وضع مناسبی نداره. لباساش خیلی آشفتن و به نظر میرسه که چند روز غذا نخورده. یه بچه هم توی بغلش داره. جادوگر با دستش به اون نقطه‌ای که دختر نشسته اشاره میکنه و به پادشاه میگه که نخ سرنوشت تو به اینجا ختم میشه. پادشاه با شنیدن این خبر انقدر عصبانی میشه که همونجا به سربازش دستور میده که سر جادوگر رو از بدنش جدا بکنن و دختر فقیر رو جوری به شدت هل میده که بچه‌ای که تو بغلش بوده سرش به سنگ میخوره و پیشونیش زخمی میشه. خلاصه 20 سال از این قضیه میگذره. یه روز پادشاه دوباره تصمیم میگیره که به دنبال نیمه گم شده‌اش بگرده و ازدواج بکنه. این بار یکی از وزیرای پادشاه بهش میگه که چرا با دختر فلان ژنرال که خیلی هم معروف و خوشگل ازدواج نمی‌کنی؟ پادشاه هم میگه ایده خوبیه و قبول میکنه. مراسم ازدواج براشون تشکیل میدن و درسته روز ازدواج وقتی که پادشاه تور عروس رو از صورتش کنار میزنه میبینه که روی پیشونیش یه زخم عمیق ایجاد شده و متوجه میشه که این دختر همون بچه‌ای که 20 سال پیش توی بغل مادرش بود و جادوگر به پادشاه گفته بوده که نخ سرنوشت تو به اینجا ختم میشه. برام توی کامنت بنویسین که آیا شما به سرنوشت اعتقاد دارین و منتظر قصه بعدی باشین.